أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. ای پیامبر، به بندگانم که در گناه و معصیت زیاده روی کرده اند بگو از رحمت الهی مایوس نباشید، چرا که اگر توبه کنید الله تعالی همه گناهانتان را می بخشد. براستی که او بسیار آمرزنده و مهربان است.